خیلی خوش اومدید به پریفان میوزیک عزیزان دل. پریسا هستم. همچنان نوروزتون پیروز باشه. سینا هستم عزیزان. قراره بریم با هم یک موزیک بسیار زیبا ببینیم و بشنویم با پیشنهاد شما عزیزان. انتهای ویدیو با ما همراه باشید. لایک و کامنت هم فراموش نکنید. حاضرید؟ چی داریم؟ قراره بریم دوباره یه نونهال، یه کودک با استعداد ببینیم و توی یک جشن ملی در تاجیکستان دوره هم کیف کنیم، گپ بزنیم. یه پوششی دارم میبینم از حضار. رنگ رنگی خوشگل. کوچولو خدا. جان عزیزم چقدر خوب و بانمکه. ببین هنوز صداش کاملا کودکانه، خیلی قشنگ و تا شروع کرد همه حضار رو دیدی چه انرژی بهش دادن. ای خدا چه گروه ارکستر سنگینی اون پشته. جانم به این اکته. جناب رئیس جمهورم که وسط حضار نشستن چه ذوقی دارم. نکنه نوه‌ای شاید مثلا از فامیلاشون باشن، نمیدونم. حالا بچه‌ها توی کامنت ها می‌نویسن. آره برامون توضیح بدید. روز مادر بوده فکر کنم. آره بانوان نشستن. کوچولو خیلی خوبی. چقدر قشنگ تو تصویر ویدیوی پشتش. آره وقتی بچه همیشه برای مادر بچه است، حتی اگه 80 سالت بشه مادرت 100 سالش باشه. و چه قشنگ بود که با تصویر کشیدنش از کوچیکی بزرگ شد. بعد وقتی یه مردم بود اومد سرشو باز گذاشت رو پای مادر. خیلی بامزه. چه ذوقی میکنه جناب رحمان. یکم شبیه عملیا. جانم هستی ای نونهال، ای قشنگ دوست داشتنی. هفته 3/2025 تازه بوده و اون پایینم لوگوی مادره. دقیقا روی یه بیسکویت هایی بود تو ایران، خیلی هم مکمل، غذای خوبی بر بچه بود، اسمش بیسکویت مادر بود. تقریبا همین لوگوی بود.
همین 2-3 هفته پیش فکر کنم میشه. یعنی خیلی تازه است. 8 مارس نبوده؟ شاید هم 8 مارس بوده که روز جهانی زنه، ولی این به افتخار همه مادرها، همه بانوان. 8 مارس نبوده. چرا روز قبلش بوده. جشن قشنگی بوده. چه نظم و شیکی و ببین باز همون چیزی که اولش گفتیم. یه چیزی میخوام بگم راجع به رنگ بندی و لباسشون. در واقع فرهنگ دیگه. خب این پوشش و این رنگ و لعاب پارچه و اینها اصلا انگار که بهشون یه تم دادن، انگار فرم بهشون دادن، همه یه شکلن، خیلی قشنگ، ولی همش هم با هم در این حال متفاوته، هر کدوم زیبایی خودش. خیلی قشنگ بود. آفرین نوجوان، ان شاءالله بیشتر و بیشتر ازت کار ببینیم و کیف کنیم و با اون صدای، با اون حس خوبت خیلی چسبید، خیلی حال داد. دمتون گرم. امیدوارم با ما همراه بوده باشید، لذت برده باشید. قربون شکل ماهتون، ماش به کله هاتون. خدا نگهدارتون.